بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير وبك نستعين يا فتاح. كتاب الصلاة إن شاء الله از درس امروزه ما کتابی نماز را آغاز میکنیم که از همه کتابی کلانترین این کتاب هست، یعنی از همه کتابی علمی کلانترین این کتاب هست و ان شاء الله امید داریم و کوشش میکنیم که حداقل 3 فصل یا 3 بابی کلان این کتاب رو تمام کنیم تا آخری بابی صوم به انتها رسونیم. اگر نشود حداقل کتاب الصلاة رو به انتها رسونیم و بعدا در سال سوم وقتی که دیگر کتاب فقهی گذاشتیم بعد میتوانیم که از کتاب الصوم ادامه دهیم. به هر حال مؤلف میگوید کتاب الصلاة یشترط لفرضیتها 3 اشیاء. برای فرض گشتن نماز 3 چیز شرط میگردد. 3 شرط باید پورا گردد. الاسلام مسلمان بودن البته، والبلوغ بالغ بودن و سوم والعقل و هوشیاری داشتن، قابلیتی درک کردن، عقل داشتن. البته هر یکی از این شرایط یک چیزی را استثنا میکند. اسلام غیر مسلمان ها را استثنا میکند، بلوغ نابالغان را، کودکان را، اطفال را استثنا میکند، جدا میکند. والعقل کسانی که عقلشون کمزور هست یا به عقل هستند یا مجنون هستند، یعنی بیماری دیوانگی دارند، آنها را استثنا میکند. یعنی که به آنها مکلف نیستند، به آنها فرض نمیگردد نماز گذراندن. البته اگر کردن میخواهند، مخصوصا کودکان و کسانی که بیمار هستند، میتوانند تا قدری کوشششون بکنند، اما از جهت فقهی و قضاوت آیا فرض هست یا نه برایشون فرض نیست. و بعدا میگوید و تؤمر به الاولاد ل7 سنین و امر کودکان از سن 7 سالگی به نماز خواندن. تؤمر یعنی امر داده میشوند، فرمان داده میشوند. یعنی که همین که کودکان 7 ساله شدن الکی به آنها دعوت داده میشود، به آنها فرمان داده میشود، آنها را تشویق داده میشود که بیا نماز بخوان، بیا طهارت کن، به آنها تعلیم داده میشود. آهسته سر کرده میشود تعلیمی نماز و البته تمام چیزی که به نماز ضرورت هست، از سوره ها و طهارت و وضو و تیمم و غیره و غیره. البته اگر از سن سال خردتر هم آغاز کند، مادر و پدر این باکی ندارد، این اعلاتر هست، بهتر هست. اما از جهت شرعی پیامبر صلی الله علیه و آله چطوری که این را ما از یک حدیثی میگیریم که پیامبر صلی الله علیه و آله با ما امر میکند که کودکان خود را از 7 سالگی به نماز فرمان دهید و یعنی با مهربانی، با ملایمی. اما وقتی که 10 ساله شدند میتوانید که کمی زشتی کنید، کمی سختی کنید. برای همین در اینجا می آید و تضرب علیها ل10. و اگر نماز نخوانند، یعنی که عذر نداشته باشند، در سن 10 سالگی آنها را به دست بزنید، آنها را بزنید بیدین لا بخشبتین، می توانید با دست بزنید نه با چوب. اگر در اینجا یک کمی توضیح ضرورت هست برای اون که کسانی که فکرشون خیلی کم هست و ناز میبینن که به خلاف اسلام تنقید کنن، مخصوصا غیر مسلمان ها یا کسانی که یعنی مدرن هستن، گویم که آزاد پرست هستن، آنها این را همچون یک کمبودی یا یک نقص اسلام میبینن. اما سراسیمه شده به خلاصه رفتن ضرورت نیست، چون که پیامبر صلی الله علیه و آله در اینجا ما رو نمیگوید که بزنید، هدفش از زدن با دست این یعنی که کمی سختی کنید و به آنها جدی بودن خود را و زشت بودن خود را نشان دهید. یعنی که با آنها ملایمی کردن و شیرینی کردن دیگر لازم نیست اگر آنها فرمان برداری نمی کنند. یعنی که اگر مادر و پدر اگر آنها دیگر راههایش را بدانند، مثلا بدانند که اگر ما همین طفلمون را شوقمندی بدهیم یا بعضی قصه های جالب رو یا درباره فضائل نماز گذاشتن اگر ما تعلیم دهیم، یا اگر مثلا ما بگوییم که اگر نمازت رو خواندی این چیز برایت تحفه میکنه، مثلا تا وقتی که شوقمندیشون به اطاعت و به فرمانبرداری تبدیل شود. اگر دیگر راه ها رو میدانند پس ضرورت نیست که آنها رو زده شود، یعنی زدن حتمی نیست. این همچون از جهت تربیت گفته می شود که با آنها کمی سختی کنید و جدی بودن خود را و جدی بودن این مسئله رو برای آنها نشان دهید. اما در پهلوی دیگر اگر ما دیگر نصوص ها و دیگر تعلیمات شریعت رو اگر بفهمیم
پیامبر صلی الله علیه و ما رو منع می‌سازد از این گونه زدنی که یک کسی رو یعنی یک کسی رو زخمی ساختن، از زدن، مثلا از شوهر زن خود رو این گونه زدن که او رو زخمی ساختن، یا اینکه مادر پدر اولادان خود رو این گونه زدن که آنها رو زخمی ساختن، این چیزها ممنوع هست. برای همین میگوید که با دست، یعنی که کم ترک آنها رو ترساندن، کم ترک آنها رو با آنها جدی در این مسئله صحبت کردن. اگر مثلا آنها فرمانبرداری نکنن، آنها را از بعضی سهولت ها، از بعضی چیزهایی که آنها پسند میکنن منع ساختن. مثلا اگر نمازت رو نخونی این چیز رو من از تو میگیرم. و البته در این مسئله حکمت ضرورت هست، حکمت ضرورت هست، برای اون که این یک مسئله خیلی مهم هست. از سن سال خوردی باید مادر خودش اول نمازگزار باشد، مادر پدر خودش باید اطاعتکار باشند، در خانه باید یک فضای تقوا و مسلمانی رو باید یعنی پیگیری کنند. و البته با حکمت و با خیلی با چندین راه ها رو باید استفاده کنند تا اینکه اولادان خود را بر فرمانبرداری شریعت و برای نمازگزاری، روزه گرفتن عادت دهند و تشویق سازند. یعنی راههای خوب رو پیش گیرند، راههایی که جالب هست، راههایی که برای آنها شوقمندی می آورد و راههایی که برای آنها این کارها رو لذت بخش می کند، خرسند می کند، این راهها رو باید انتخاب کنند. کسانی که جبر و ستم میکنند، لط و کوب میکنند و اسلام رو کوشش میکنند جبران بقبولانند به اولادان خود و خود نماز خود رو نمیخوانند، یا اینکه خود مثلا لباس های درست نمیپوشند یا خوراک حلال نمیخورند، آنها به نتیجه های درست البته که نمیرسند. و این البته طبق تعلیمات شریعت ما هم نیست. برای همین این رو من برای شما واضح ساختم. به هر حال میگوید و اسبابها اوقاتها و تجب باول الوقت وجوبا موسعا. میگوید که و اسبابها یعنی سبب نماز چیست، یعنی که کی باید نماز گزارانده شود، کی واجب میگردد. سببهایش یا سبب فرض شدن نماز این داخل شدنی وقت هاست. اوقاتها یعنی وقت هایش هست. هر وقتی که وقت نماز می درآید از جهت فقهی گذراندن نماز فرض می شود. و میگوید و تجب باول الوقت وجوبا موسعا، و میگوید که نماز با آغاز وقتی خود فرض می شود، ولی این فرضیت در آغاز وقت وسع می باشد. و تجب و واجب می گردد به اولی وقت، به در آمدن اولی وقت نماز، یعنی فرضیتی که وسع هست. چی معنی دارد؟ یعنی که وقتی نماز داخل می شود، نماز البته فرض می گردد، نماز را ادا کردن فرض می گردد، اما فرضیتی که وسع هست، یعنی که انسان می تواند که دیرترک بخواند، یعنی که فرضی نیست که باید فی الحال انجام داده شود، یک وقت دارد و تا آن دمی که در مابین همین وقتی جایز بودنش اگر این فرضیت رو پورا کند، فرضیت رو پورا کرد، ادا کرد. خب و اگر به یاد داشته باشه در یک فصل دیگر من برای شما گفته بودم که وقتی نماز آخر می شود، در آن وقت چون که دیگر وقت نمی ماند، فرضیت نماز حتمی می گردد، وسع نیست، برای اون که دیگر وقت نمانده است. اما در اولی وقت فرض هست پورا کردن نماز، اما با طور وسع بودن، یعنی که انسان اختیار دارد اگر یکم کار داشته باشد و خواهد که کار خود را انجام دهد یا در بیرون باشد، می تواند که کمی نماز خود را تأخیر دهد. البته ما درباره اولاتر، چی اولاتر هست چی بهتر هست، درباره این نمیگوییم، تنها درباره چی جایز هست، چی یعنی وسعت ها هست، چی سهولت ها هست، درباره این من برای شما میگویم و مؤلف درباره این در اینجا میگوید. یعنی که وجوبی که فرضیتی که وسع هست، انسان میتواند که یک چند دقیقه باز نماز خود رو ادا کند، فرض نیست که همین که در آمد جبران و حتما باید همون لحظه علی الفور انجام دهد، میتواند وقت دارد تا آخری همون وقتی نماز. این است وجوبا موسعا. اکنون میگذرد به وقت‌های نماز و وقت‌های نماز هست که یعنی وقت‌های نماز چون که در اینجا ذکر می شود، این از همه وقت زیادی در امروزه ما رو میگیرد. برای اون که من برای شما یعنی مؤلف برای شما در اینجا وقت‌های نمازها رو ذکر میکند وابسته به آسمان و رنگ‌های آسمان و شفق، رنگ‌های شفق، رنگ‌هایی که در افق آسمان دیده می شود
وابسته به این نشانه هایی که در آسمان میبینیم شما وقت های آغاز شوی و تمام شوی نماز ها رو میآموزید. البته ما در این 21 صدی که زندگی میکنیم، در 21 عصری که زندگی میکنیم، البته اکثر مردم استفاده میکنن ساعت رو، با استفاده از ساعت نماز رو میگذرانند و البته این جایز هست. اگر مثلا یگان مسجد وقت های نماز ها رو الکی چی کرده باشد، حساب کرده باشد، نوشته باشد برای یک ماه با استفاده از اسباب های نو برآمد و غیره، این جایز هست. انسان میتواند که از ساعت هایی که یعنی برای وقت های نماز آماده کرده می شود، ساعت های اذانی هست، با اذان مثلا بعضی ساعت ها آماده کرده می شود، بعضی جدول ها رو تیار می کنند پیش از پیش، این چیزها رو استفاده کردن جایز هست. یعنی عموما با ساعت کار کردن جایز هست. اما همچون مسلمان و مخصوصا همچون یک کسی که طلب علم می کند و انشاءالله معلمه های آینده، شما باید که تنها با نظر کردن به آسمان بشناسید که وقتی کدام نماز است. فهمیدید؟ و این خیلی این یک فصلی هست که من خیلی هم دوست دارم، بهت جالب هست و هم بهت کوشش میکنم که شاگردان این فصل رو خوب آموزند، خوب از خود کنند و حتی به خود تجربه کنند. یعنی که بیرون روند، پس از این فصل رو آموختن بیرون روند و کوشش کنند که اهمیت دهند که آفتاب یعنی وقتی که می براید در کجای آسمان می باشد، در ماهای زمستان در ماهای زمستانی همان سایه همه چیز در کدام طرف می باشد، به طرف شمال، جنوب، به طرف شرق، غرب می باشد و مثلا سایه های هر چیز تا یعنی چند قدر دراز می شود، چند دقیقه رو در بر می گیرد، خود آسمان به چند رنگ ها تبدیل می شود. تمام این چیزها رو آموختن مهم هست و انشاءالله که یک علمی به حد ارزشمند هست، مخصوصا برای کسانی که به قشلاق ها می روند، سفر می کنند، مخصوصا در دولت هایی که بعضی وقت می شود امکانیت هست که انسان یا ساعتش از کار ماند یا تلفنش از کار ماند. به هر حال وقتی که من در اینجا صنفم رو که درس دادم، این فصل رو من آنها رو اصلا چی کردم، بیرون بردم، چندین بار بیرون بردم و با آنها نشان دادم، یعنی سایه ها چگونه می باشد، رسم کشیدم در زمین، برای آنها نشان دادم هر ساعت چخیل تبدیل می کند سایه ها و آسمان و با آنها گفتم که یعنی خانه رفته شما عکس بگیرید آسمان رو. بعد یک دو سه شاگردم ماشاءالله به حد شوقمندی داشتن در همین فصل، آنها حتی پورا شب یعنی خواب نکردن یا اکثر شب خواب نکردن تا اینکه اهمیت بدهند که شب پیش از فجر آسمان به چی رنگ تبدیل می شود و همین روشنی که در آسمان می آید چگونه می باشد و غیره. به هر حال الله شما رو هم انشاءالله موفق کنند، برای من هم زبانی برا و روشن و واضح بدهد که من به زبان فارسی تمام این چیزها رو به شما پیش کرده توانم، چون که کمی برای من مشکلات هست، بعضی اصطلاحاتی که استرونومیکل هست یعنی که به انگلیسی عادت دارم گفتن، آنها رو تبدیل کردن به دری و غیره، اما انشاءالله که با استفاده از عکس ها و غیره خواهیم فهمید. و البته من همه وقت با شما میگویم که کلمه اگر من استفاده کنم که شما بدانید که به دری هست یا به عربی هست، اما شما بفهمید که به تاجیکی عامه یک یعنی یک کلمه دیگر استفاده میشه، شما نویسید در گروه یا به روسی نویسید مثلا. به هر حال اکنون میگوید وقت صبحی، وقتی نماز صبح یعنی وقتی نماز فجر، میگوید من طلوع الفجر الصادق الى قبیل طلوع الشمس. یکی رو گفته می شود قاعده ها و یکی رو گفته می شود دانستن از جهتی عملی یا از جهتی تجربه دیدن به آسمان. برای همین من میخوام که هر دو پهلو را شما یاد بگیرید، اما اگر پهلوی دوم رو نتونستید باقی ندارد، اشکالی نیست، حاضر حداقل پهلوی یکم رو بدانید، قدم یکم رو بدانید، قاعده ها رو بدانید که هر وقت نماز از جهت قاعده شرعی یا فقه اسلامی از کی تا کی هست. همین اصطلاحات رو بدانید، گرچه که اگر از جهت تجربه یا از جهت عملی نشناسید، آسمان رو نشناسید باقی ندارد، اما حداقل از جهت تطبیق و از جهت فقه کلمه ها رو بشناسید که از کدام وقت به کدام وقت. خب
و باید تخمین کرده نشود. این هم مهم هست. میدونم که کمی درس شده ایستاده است، اما تخمین کردن، من همه وقت به شما میگویم که در فقه هیچ وقت تخمین کردن اجازت نیست. اکثر مردم خیلی زیاد تخمین میکنن، هم در وقتی پیش کردن سوالهای خود و بعضی وقت هم در وقتی جواب دادن. مثلا من از شما یک وقت سوال میکنم که خب این یک مسئله پیش می آید که ببینم که شما تجربه کنید و تمرین کنید و شما به من یک جوابی تخمینی میدهید، تقدیری، که خب یعنی این خیلی میشه تخمینا. اما تخمین اجازت نیست در فقه. در فقه باید به حد یعنی دقیق گپ زده شود. از این نقطه به این نقطه اینش درست هست، اینش نادرست هست، این شرط هست، 1 2 3 شرط در اینجا هست، این چهارم شرطش نیست مثلا. فهمیدین؟ برای همین این خیلی تخمین کرده که از وقتی که آفتاب زردک می شود تا وقتی که آفتاب سرخک می شود، این گونه کلمه ها یعنی نمیره، روان است در این فصل. باید که دقیق صحبت کنید. به هر حال از برآمدن، طلوع یعنی برآمدن، یعنی ظاهر شدن فجر صادق، الى قبیل طلوع الشمس، تو فوراً پیش از طلوع شدن یعنی برآمدن آفتاب. یعنی چی؟ از دمیدنی، به توجیه گفته میشه دمیدن، از دمیدن فجر صادق تا نزدیکی یا تا فوراً پیش از برآمدن آفتاب. این را گفته میشد وقتی صبح. اکنون شما باید بدانید که فجر صادق که گفته می شود این چی معنا دارد. فجر صادق این کلمه هست که ما استفاده میکنیم برای آن که آسمان را از فجر کاذب یعنی که فجر دروغ اگر ترجمه کنم فرق کنیم. یعنی که در آسمان پس از آن که چی می آید؟ پس از آن که تاریکی آسمان رو فرا میگیرد، پیش از آغاز شوی روز نو یا پیش از آغاز شوی نماز فجر، اول در آسمان یک روشنایی پیدا می شود که روشنایی دروغ هست. بگویم فجر کاذب هست. فجر کاذب روشنایی را گفته می شود که در افق آسمان به طوری درازی، نه اینکه پهنایی، چی می شود؟ روشن می کند آسمان را، پهن می شود در آسمان و از یک کنج پایان آسمان به طرف بالا پهن می شود. گویا که به شکلی یعنی به شکلی پهنایی نه بلکه به شکلی درازی بالا می رود این روشنایی. چطوری که باید ببینید در نزد خود. من در اینجا برای شما یک تصویر رو نشان می دهم. این یک مثال هست. البته در وابسته این رو هم به نظر بگیرید که وابسته به هر دولت، وابسته به کجا بودن همان دولت در زمین چطوری که میدانید گرد هست و هر یک قسمتش کمترک از قسمت دیگر، قسمت شمال از قسمت جنوب فرق میکند. دولت هایی که در مابین زمین هستند آنها عموما فرق میکنن از دولت هایی که در چی هستند؟ در شمال زمین هستند یا در جنوب زمین هستند. مخصوصا اگر به حد شمالی بد رویم یا به حد جنوبی بد رویم، یعنی که چقدری که به جنوبی خود زمین نزدیکتر شود دولت ها یا اینکه به بالای زمین به شمال زمین نزدیکتر شود، همین قدر فرق میکند وقت های ماه های زمستانی و تابستانی و وقت های نماز و شکلی که آنها به همان شکل نمودار میشوند. فهمیدید؟ اما عموما فجر کاذب آن روشنایی رو گفته می شود که به این طوری که می بینید، یک عکس دیگر هم در اینجا دارم، بالا می رود. خب روشنایی هست که بالا می رود و پس از آن که نمودار می شود، پس از آن که به همین خیل از پایان افق به بالای آسمان پهن می شود، پس از پهن شدن گم می شود به یک چند دقیقه و پس از این فجر صادق نمودار می گردد. یعنی روشنایی که به طوری پهنایی در افق آسمان پهن می شود، نمودار می شود. پس ببینید این رو گفته می شود، این عکسی که می بینید در پیش خود، در اینجا اهمیت بدهید که روشنایی که در افق آسمان پهن شده است به طوری درازی نمودار شده است، نه به طوری به طوری پهنایی دراز شده است یا نمودار شده است، نه به طوری
درازی. یا حتی می توانیم بگوییم که به طوری فجر صادق که هست به طوری افقی نمودار می شود، اما فجر کاذب به طوری عمودی نمودار می شود، بالا و پایان می رود. این از فجر کاذب. و فجر صادق به طوری افقی یا پهنایی دراز می شود در افقی آسمان. این هم یک عکس دیگر هست برای فجر صادق. و وقتی که فجر صادق نمودار می گردد، این وقتی می باشد که نماز فجر، نماز صبح سر می شود و این چونین خوردن سحور یا سحری بس می شود، به پایان می رسد. اما وقتی که انسان این روشنی را می بیند، روشنی که به طوری عمودی پهن می شود در آسمان، این رو فجر دروغ گفته می شود یا فجر کاذب گفته می شود. و در این وقت انسان باز هم می تواند که سحور خود را بخورد. در رمضان می تواند که سحری خود را خوردن گیرد، برای آن که این آغاز شوی فجر نیست و این به انتها رسیدنی وقت سحور هم نیست. فهمیدید؟ و انشالله کوشش میکنم که یک ویدیو دیگر رو هم برای شما نشان دهم. اما این شد فجر صادق. کوشش کنید که تجربه کنید برای خود، خب که بین این دو روشنی ها چند قدر وقت هست، چند قدر وقت در دولت خود تجربه میکنید. عموما گفته می شود که در اکثر دولت ها بین فجر کاذب و فجر صادق 15 دقیقه تا نیم ساعت می باشد. برای همین وقتی آنها از همدیگر آنقدر دور نیست. 15 دقیقه تا نیم ساعت بین آنها می باشد. خب این شد وقتی نمازی یا وقتی آغاز شوی نمازی صبح تا قبیل طلوع الفجر، تا پیش از آغاز شدنی آفتاب برو یا برآمدنی آفتاب. همین که یک طرف آفتاب نمودار می گردد، ظاهر می شود، یک کنجکش ظاهر می شود، این به ما اشاره می کند که وقتی نماز فجر به پایان رسیده است. خب اکنون ادامه می دهیم به وقت ظهر. وقتی نماز ظهر از کی آغاز می یابد؟ من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثليه او مثله سوى الظل الاستوائي واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين. وقتی نماز ظهر یعنی که پیشین که بعضی ها میگویند از پس از زوال شمس هست، یا در اینجا نوشته شده است که من زوال شمس، از زوال آفتاب، یعنی که از وقتی مائل شدن آفتاب تا آن که، یعنی که از وقتی که آفتاب مائل می شود، یعنی از نصف آسمان، از نصف آسمان، وقتی که آسمان به نصف، وقتی که آفتاب به نصف آسمان که می رسد، این رو وقتی استواء الشمس گفته می شود. و من انشالله برای شما یک عکس کشیده برای شما نشان می دهم. یعنی وقتی که آفتاب مستقیما در فیکس در مابین آسمان که می رسد، این رو وقتی استوای آفتاب گفته می شود، استواء الشمس. اما همین که از مابین آسمان میل می شود به طرف مقابل، از همان وقت نمازی ظهر آغاز می کند تا الی ان یصیر ظل کل شیء، تا آن که سایه هر چیز به 2 برابرش می شود، او مثله یا 1 برابرش می شود، سوى ظل الاستوائی، بغیر از سایه وقتی استوا. خب یعنی که ما استثناء میکنیم، ما جدا میکنیم همون سایه‌ای که یعنی بجز از سایه وقتی استوا. اینجا اگر اهمیت بدید استوا گفته است و در اینجا گفته است زوال. برای همین من گفتم که وقتی که آفتاب انیق و فیکس به مابین آسمان میرسد، در همان وقت ما این را وقتی استواء الشمس میگوییم، وقتی که آفتاب در مابین آسمان آمده است و راست شده است. فهمیدید؟ اما همین که میل کرد به طرف مقابل، از وقتی آفتاب برو به طرف مقابل که میل کرد، در همین وقت ما میگوییم که وقتی نماز ظهر تا آن دمی هست که سایه هر یک چیزی که در زمین راست کرده می شود یا در زمین هست
دو برابرش شود، اما این اضافه به همون سایه هست که در وقتی استوا موجود بود. و در اینجا میبینه که دو قول هست. قول خود امام این است که وقتی که سایه هر چیز دو برابری همون شیء شود، اما به قول صاحبین وقتی که سایه هر چیز مثله شود، یعنی که یک برابرش شود. خب اضافه یا با بالای همون آسمانی که بخشش با بالای همون سایه‌ای که موجود بود الکی در وقت استوای شمس. و دویم قول را، یعنی که قول صاحبین را، شاگردان امام ابو حنیفه را امام طحاوی که خودش حنفی هست انتخاب کرده هست که این قول صاحبین می باشد، امام محمد و قاضی ابو یوسف. خب و من انشاءالله برای شما این شکل را نشان میدهم. حاضر یک لحظه ببینم که نوشتن همه چیز آماده هست. بله خب انشاءالله این را نظر کنید. این است، فرض میکنیم زمین. خب و در 4 طرف این زمین شما باید شمال، جنوب، شرق و غرب رو ببینید در 4 طرفش. خب اگر من مثلا تصور کنیم که در اینجا یک درخت هست. خب وقتی که آفتاب میبراید از شرق، وقتی که از اینجا میبراید و این است افق، عموما وقتی که آفتاب میبراید از طرف شرق میتواند که یا از اینجا باشد از طرف بالا، یا از این قسمت باشد، یا از این قسمت باشد. فهمیدید؟ فرق نمی کند. مهم همین است که از طرف راستی همین اکران که میبینید از طرف راستش میبراید. درست؟ اما آیا بالاتر میبراید یا از وسط میبراید یا از پایانتر میبراید، این فرق میکند وابسته به ماهای زمستان و ماهای تابستان. فهمیدین؟ و در ماهای تابستان عموما از طرفی پایانتر میبراید و همون سایه‌ای که میباشد سایه درازتر میشود، اما در ماهای تابستان سایه کوتاه‌تر میشود. اما باز هم از طرف شرق میبراید. وقتی که از طرف شرق برآمد چی میشود؟ این درخت یا چوب یا هر چیزی که باشد یک سایه می داشته باشد. درست؟ وقتی که آفتاب نو می براید از نو بالا می شود، نو طلوع می شود، سایه خیلی دراز می باشد و آهسته آهسته آفتاب که بالاتر و بالاتر شد، درست؟ چی می شود؟ سایه کوتاه‌تر می شود. و همین که وقتی استوای شمس شد، یعنی که وقتی که آفتاب به این قسمت برآمد، میبینید وقتی که آفتاب به اینجا برآمد، همین سایه همین درخت، این رو گفتم وقتی که آفتاب مستقیما در مابین که میرسد، این رو گفته میشود وقتی استواء الشمس، یعنی وقتی که آفتاب مستقیما چی هست؟ در مابین آسمان هست. آفتاب چی شد؟ در مابین آسمان هست و در همین وقت چی میشود؟ سایه کوتاه‌تر می شود و حتی در بعضی مکان‌ها سایه چیزها تماما گم می شوند. تا این درجه کوتاه می شود که تنها در گردی همین درخت می شود. مثلا همین درختی که می بینید سایه‌اش تنها در گردش کم ترک معلوم می شود، تمام اینقدر سایه می شود، چون که آفتاب مستقیما در بالایش هست. دیده استودید؟ چون که آفتاب مستقیما در بالایش هست، سایه تنها در گردی همین درخت هست. بعد وقتی که آفتاب همین که مایل کرد کم ترک که به یک طرف گذشت، این چی می شود؟ ابتدای وقتی ظهر، وقتی نمازی پیشین. این رو گفته می شود وقتی زوال. بعضی ها وقتی زوال را برای استواء الشمس می گویند که این درست نیست. وقتی زوال آن وقتی را گفته نمی شود که آفتاب در مابین آسمان هست. وقتی که آفتاب در مابین آسمان هست، این رو گفته می شود وقتی استواء الشمس. وقتی زوال فوراً پس از استواء الشمس هست که وقتی که آفتاب از مابین آسمان کم ترک مایل می کند. فهمیدین؟ پس در اینجا یا از این وقتی ابتدا چی هست؟ ابتدا الظهر، این هست وقتی ابتدای نمازی ظهر. اکنون وقتی انتهای ظهر و آغاز شوی عصر کی هست؟ دیدید این سایه رو؟ این سایه در چطوری که گفتم در بعضی دولت ها این گونه کوتاه می باشد در وقتی استوا، اما در بعضی دولت ها کم ترک به یک طرف یا کم ترک درازی می داشته باشد، به این شکل درازتر هست. خب در خود گردی درخت نیست. خب این رو اکنون دیدین.
اکنون چی می شود؟ همین که آفتاب پایانتر و پایانتر شد، اینجا ببینید آفتاب اگر پایانتر و پایانتر آمد، مثلا اگر در اینجا رسد، این است آفتاب من، تا اینجا که رسد، همین سایه همین درخت چی می شود؟ سایه این درخت به این طرف، به طرف شرق اکنون مایل می کند. وقتی که آفتاب از شرق برآمد، طلوع کرد، سایه ما به طرف غرب بود. درست؟ باید به طرف مقابل باشد. شما خودتان تجربه کردگید که وقتی که راه میگردید، در کدام طرفی که آفتاب باشد، سایه‌تان در جای مقابل می باشد یا در طرف مقابل. اکنون تصور کنید که اکنون آفتاب از طرف شرق به طرف غرب که آمد، اکنون چی می شود؟ سایه به طرف شرق مایل می کند. فهمیدید؟ اکنون من چی میکنم؟ در اینجا من برای شما یک عکس میکشم. سایه آفتابی ما چی میشود؟ دراز میشود. حاضر من اینها رو هم تازه کنم. به این شکل میرسد. خب این اونقدر، البته عکس کشی من هم اونقدر خوب نیست و اونقدر دقیق نیست، اما برای فهمیشتون کفایه میکند. اکنون ببینید، طبق فقه حنفی فتوا بر قول امام هست، یعنی که وقتی نماز ظهر، هنگامی که سایه هر یک چیز به مثلین میرسد، در آن وقتی نماز ظهر به پایان میرسد. بعد میگوید سوى الفی، مگر یا بجوز، یعنی که ما حساب نمیکنیم آن سایه‌ای که در وقت استوا علاقه موجود بود. یعنی که در اینجا نظر کنید، در وقت استوا و شمس، در وقتی که آفتاب در مابین آسمان بود، تا کجا علاقه سایه بود؟ تا اینجا، تقریبا تا اینجا علاقه فی بود، یعنی که علاقه سایه بود که در وقت استوا موجود بود. این رو ما حساب نمی کنیم. ما باید که این رو به نظر نگیریم. این علاقه در وقت زوال موجود بود. ما باید دو چند یا دو برابر بالای این اضافه کنیم. پس این شد تقریبا، اگر مثلا درخت خودش این گویم که 5 سانتی متر هست، درست؟ سانتی متر. خب اینش 5 سانتی متر. البته درخت 5 سانتی متر نمی باشد، اما در همین خریطه ما 5 سانتی متر هست. باید در اینجا 5 سانتی متر چی کنیم؟ سانتی متر باید اضافه کنیم. این یک برابر شد، درست؟ و از اینجا تا اینجا دیگر 5 سانتی متر دیگر. یک جای چی شد؟ 10 سانتی متر، درست؟ پس در وقت زوال فرق نمی کند که همون سایه‌ای که علاقه درخت داشت 3 سانتی متر بود، مثلا 2 سانتی متر یا علاقه 5 سانتی متر بود، ما این را حساب نمی کنیم. ما باید دو چند اضافه کنیم. پس این یکمش یک چند شد، این دویمش دو چند شد. فهمیدید؟ این شد دو برابر. دو برابر سایه این درخت دو برابر دراز شد، اضافه یا در بالای سایه‌ای که علاقه موجود بود در وقت استوا. و این رو گفته می شود انتهای الظهر یا آخری وقت ظهر و آغاز شوی وقت عصر. خب ادامه می دهیم با متن. من علاقه با شما فهموندم که طبق فقه حنفی دو قول هست. شاگردان امام ابو حنیفه می گویند که نه، وقتی نماز ظهر وقتی که سایه هر چیز به یک برابرش میرسد، در آن وقت به انتها میرسد. اما قول خود امام ابو حنیفه این است که نه، وقتی که سایه هر چیز به دو برابرش میرسد. فهمیدید؟ فتوا به قول خود امام ابو حنیفه هست. اما احتیاط این است که انسان کوشش کند که پیش از آن که سایه هر چیز از یک برابر زیادتر شود، کوشش کند که نماز ظهر خود را به انتها رساند، تا اینکه طبق هر دوی قولی، هم خود امام و هم شاگردانش، داخل وقت ظهر حساب شود. فهمیدید؟ هدفم چیست؟ علما میگویند که بهترین همین هست و احتیاط در همین هست که پیش از آن که یا همین که سایه هر چیز به یک برابری خودش میرسد، انسان کوشش کند که وقتی که نماز ظهر خود را به انتها رساند، تمام کند، ادا کند، تا اینکه در احتیاط بماند. اما البته فتوا چطوری که گفتم به قول امام هست و احتیاط در همین است که نماز عصر خود را پس از آن که همه چیز به سایه همه چیز به دو برابرش شد، در آن وقت، پس از همین وقت، بعد نماز عصر خود را آغاز کند. و وقت العصر، و وقت نماز عصر، من ابتداء زیادتی على المثل او المثلین الى غروب الشمس. میگوید که وقت آغاز شوی نماز عصر از آغاز زیاد شدن سایه، یعنی که چی از یک برابر باشد چی از دو برابر باشد، یعنی که همین که سایه هر چیز به
طبق قولی صاحبین به یک برابر رسد، یعنی که از یک برابر زیادتر شدن رو سر کند، یا اینکه طبق قولی امام ابو حنیفه از 2 برابر زیادتر شدن رو سر کند. از این وقت نماز عصر آغاز می‌یابد تا غروب شمس، تا آنکه آفتاب غروب کند. فهمیدید؟ اما گرچند که تا آخر غروب آفتاب نماز عصر را ادا کردن جایز هست، اما همین که آفتاب سفیدی خود را گم کند، از این وقتی کراهت یا اینکه مکروه شدن نماز عصر آغاز می‌یابد. چون که آفتاب چطوری که می‌دانید از همه وقتی که آفتاب گرمترین هست و روشنترین هست که حتی نگاه کردن به آفتاب مشکل هست و دشوار است، این وقتی ظهر می باشد. درست؟ پس علما میگویند که همین که آفتاب روشنایی خود را، همون سفیدی خود را و گرمی خود را کمی اگر گم کند تا این شکل یا تا این درجه که نظر کردن به آفتاب امکانیتش باشد و انسان تواند که به آفتاب به آسانی نگاه کند، از این وقتی مکروه بودن عصر آغاز می‌یابد. من به شما نشان میدهم، اینجا نظر کنید. این است یک تصویری که شاید شما بدانید که وقتی که آفتاب این گونه پست می شود به طرف غرب، وقتی که آفتاب در این جای آسمان هست، نظر کردن به آفتاب امکانیت می شود، ممکن می شود. درست؟ یعنی سخت نیست، اینقدر آفتاب روشن نیست و اینقدر سفید نیست که ما نظر کردن نتوانیم. فهمیده ایستادید؟ یعنی آفتاب کم ترک زرد می شود و روشنی خود را هم گم می کند و ما می توانیم که به آفتاب نظر کنیم. این کم ترک پیش از وقتی مکروه است. اما این را نظر کنید، همین که آفتاب زرد شد و نظر کردن به آفتاب در آسمان تماما آسان شد و به دشواری شد، آدم می تواند که آفتاب را همین خیل به همین شکلش نظر کند و چشمانش یعنی اوگار نمی شود، یگان خیل دشواری نمی داشته باشد. از این شکل آفتاب وقتی کراهت یا مکروه بودن عصر آغاز می یابد. این معنای آن را ندارد که انسان نمی تواند عصرش را خواند. طبق فقه حنفی انسان باید باز هم اگر نماز عصر خود را نخوانده باشد تا غروب آفتاب وقت دارد که نماز خود را بخواند، باید که بخواند. اما از این وقت یا اینکه تا این وقت بیهوده و به عذر و به دشواری تأخیر دادن جایز نیست و البته که از این وقت یا در این وقت خواندن نماز عصر مکروه میگردد. فهمیدید وقتی نماز عصر رو؟ اکنون ادامه میدهیم متن را. میگوید که والمغرب منه الى غروب الشفق الاحمر على المفتى به. و نماز مغرب از غروب شفق احمر، نماز مغرب منه از غروب آفتاب تا غروب شدن یا تا نیست شدن شفق احمر ادامه دارد. تا نیست شدن یا گم شدن شفق احمر یعنی سرخ در آسمان وقت دارد. یعنی که همین که آفتاب غروب کرد، آخران نوکی همون گردی آفتاب وقتی که از افق پایان شد، از نظر گم شد، از همان وقت نماز مغرب آغاز میکند تا آن وقتی که سرخی که در شفق احمر یعنی سرخی که در افق آسمان پهن شدگی است تا وقتی که همان سرخی از بین رود. در این هم 2 قول هست. یک قول این رو میگوید که تا وقتی که شفق احمر از بین رود، یک قول دیگر این است که تا وقتی که شفق ابیض یعنی که سفیدی که در آسمان هست گم شود. اما در اینجا ببینید علی المفتى به، طبق مفتى به یعنی قولی که بر آن فتوا داده می شود، نماز مغرب تا گم شدن سرخی که در افق پهن می شود تا همان وقت هست. برای همین هم من کوشش کردم بعضی عکس ها رو برای شما نشان دهم. این رو گفته می شود شفق احمر فوراً پس از غروب شدن، مکمل غروب شدن آفتاب چی می شود؟ این شفق احمر نمودار می گردد در آسمان، مخصوصا اگر ابری نباشد. ببینید ابر اگر باشد کم ترک یعنی دیدن این حالتی آسمان رو مشکل می سازد. اما از همین وقت مغرب آغاز می یابد، وقتی مغرب سر می شود تا گم شدن این شفق
то гум шудани ин ранги сурхе ки дар шафақ дар осмон паҳн мешавад. ва инро гуфтам, ва ин ҳам як акси дигар ҳаст, ин ҳам шафақи аҳмар ҳаст, аммо дар ин ҷо абр буд. ман хостам ки абрҳоро ҳам барои шумо нишон диҳам ва як шакли дигарашро ҳам нишон диҳам ки баъзе рӯзҳо агар махсусан абр набошад, сурхӣ хело намудор мегардад, сурхӣ хело зиёд мебошад ва оҳиста оҳиста сурхӣ камтару камтар мешавад. ва умуман ин 15 дақиқа, ним соат, умуман барои намози мағриб ним соат 45 дақиқа вақт ҳаст. он қадар вақт нест барои намози мағриб, аммо ин ҳам фарқ мекунад давлат ба давлат ва гӯем ки моҳҳои зимистонӣ аз тобистонӣ ҳам фарқ мекунад. ва инро гуфта мешавад шафақи абьяд. пас аз он ки сурхӣ гум мешавад ё кам мешавад, ба зардӣ табдил мекунад, аз болояш як сафедии дигар меояд ки инро шафақи абьяд гуфта мешавад. ранги сафеде ки ё рӯшании сафеде ки дар осмон паҳн мешавад. хуб, ва дигар чиз ва мегӯяд вал иша вал витр. акнун вақти иша вал витр аз вақти гум шудани шафақи аҳмар оғоз меёбад, минҳу яъне ки аз ба поён расидани намози мағриб ила субҳи то намози фаҷр. хуб, ва дар ин фасл шумо саросима нашавед, дар ин фасл танҳо вақти ҳар намоз гуфта мешавад. ин маънои онро надорад ки инсон бояд намозҳои худро таъхир диҳад. вақтҳои мустаҳаб, вақтҳои макрӯҳ, тамоми инҳо меояд. вала юқаддаму лвитру ала лишаи. мегӯяд ки намози витр бояд ки пеш аз намози иша хонда нашавад. литартиби, ва дар як нусхаи дигар меояд литартиби лазими, барои он ки тартиб дар ин ҷо воҷиб ҳаст. яъне инсон наметавонад ки гарчи ки вақти намози иша ва витр дар як вақт дохил мешавад, инсон иҷозат надорад ки намози витри худро пеш аз намози ишаи худ бихонад. тибқи фиқҳи ҳанафӣ. ва ман лам яҷид вақтаҳума лам яҷиба алайҳи. ин як масъалаи дигар ҳаст ки болои ин масъала чандин китобҳо ҳам уламои муосир навиштаанд ки дар ин масъала чӣ бояд кард. аммо имом шурумбулали дар ин ҷо қавли худро пеш мекунад тибқи иҷтиҳоди худ. мегӯяд ки касе ки вақти иша ва витрро пайдо накунад, яъне вақт надошта бошад, на, балки ҳамин вақташ пеш наояд, барои ин гуна шахс ин ду намоз воҷиб ҳатто намегардад, яъне фарз намегардад. ин чӣ маъно дорад? хуб, ман барои шумо инро мефаҳмонам. ин як ҳолати хело ҷолиб ҳаст, ҳолати зоҳир шудани фаҷри содиқ пеш аз анҷом ёфтани намози шом ё намози мағриб дар баъзе минтақаҳои ҷаҳон, махсусан наздики қутубҳо дар фасли тобистон ё зимистон баъзе вақт офтоб баъзе ҳолатҳоеро мегирад ё баъзе рафторҳои ғайрмуқаррарӣ ё ғайрмаъмулӣ дорад. ва яке аз ин ҳолатҳо ин аст ки рӯшании субҳ ё нури фаҷри содиқ пеш аз он ки торикии намози шом ба поён расад пайдо мешавад. чӣ гуфтам? аллакай рӯшании субҳи содиқ пеш аз он ки торикӣ ё пеш аз он ки шафақи аҳмар ба поён расад ё мукаммал ба поён расад, пеш аз он пайдо мешавад ё пай дар пай паси ҳам пайдо мешаванд, махсусан наздики қутубҳои замин. чӣ тавре ки мо чандқадаре ки мо зиёдтар ба тарафи шимол ё ҷануб равем, ҳамин қадар ин ҳолат пеш омаданаш мумкин ҳаст, имконият дорад ва зиёдтар пеш меояд. масалан ин ҳолатҳо дар куҷо рух медиҳад? дар кишварҳои масалан Антарктика, дар тобистони қутубӣ офтоб баъзе вақт ҳафтаҳо намегузарад, маълум намешавад. дар Норвегия, махсусан дар шаҳри Тромсе ё Тромсю, дар фасли тобистон шабҳо равшан мебошад. дар шимоли Канадо ҳам вақтҳои намоз ба ҳамдигар хело наздик мешаванд, то ин дараҷа ки метавонад ки вақти иша аз байн равад, яъне дар мобайн гум шавад. дар тарафи Аляска, чунки ба тарафи шимол ҳаст, ин имконият дорад ки чӣ шавад?
وقتی نمازی شام با فجر یک شود یا پای در پای بیاید و وقتی نمازی وقتی نماز شام بله با وقتی نماز فجر پای در پای بیاید و وقتی نمازی عشاء در مابین آنها گم شود. چی می شود؟ فجر پیش از به پایان رسیدن وقتی نماز شام پیدا می شود و از سبب این وقتی نماز عشاء هیچ پیدا نمی شود، عشاء و وتر. و این چورین گفته می شود که روسیه شمالی هم، مورمانسک و غیره در این منطقه هم این می تواند پیدا شود یا این بعضی وقت پیش می آید و در این جای ها نماز فجر می تواند که پیش از انجام شدن وقت نماز مغرب وارد شود و از این سبب بعضی وقت یعنی وقتی هر دوی نماز پای هم می آید و وقتی نماز عشاء یا نصف می شود یا اینکه خیلی به هم دیگر نزدیک می گردند. برای همین امام شورنبولاری می گوید که کسی که وقتی آنها رو پیدا نکند آنها بالایش این هر دوی این نماز بالایش فرض نمی گردد. اما این قول نیست که بالایش فتوا داده می شود. بالای این مسئله چندین علمای حتی معاصر کتاب نوشتگی هستند و فتوایی که داده می شود این است که باز هم این مردمی که در این منطقه ها زندگی میکنند باز هم باید که نمازهای خود را بخوانند، اما برای یافتن وقتی نماز یا برای جدا کردن وقتی نماز یا شب مابین مغرب و عشاء و فجر بعضی اسلوب های نو یا بعضی طریقه های دیگر رو استفاده میکنند یا همین خیل مطابق ساعت ها شب رو تقسیم میکنند یا اینکه آنها باید پیروی کنند از همه شهری نزدیکی که وقتی عشاء رو دارند. فهمیدید؟ برای همین این هست قول امام شورنبولاری، اما فتوا بر این نیست، یعنی فتوا بر قول و اجتهاد امام شورنبولاری نمی باشد بلکه به دیگر قول فتوا هست. و در اینجا می گوید که ولا یجمع بین فرضین فی وقت بعذر، هیچگاه دو نمازی فرض را جمع کردن نمی شود یا جمع کردن دو نماز فرض در یک وقت جایز نیست مگر ولا یجمع بعذر، حتی با عذر هم اگر باشد، الا فی عرفه للحج، مگر در روز عرفه و در مکان عرفه برای حج گزاران بشرط الامام الاعظم والاحرام، با شرطی امام داشتن و اینچنین در حالت احرام بودن. پس در این حالت انسان پیروی میکند از همون امامش که البته در وقتهای پیشینه یک امام بود که یک امیرالمؤمنین بود که همه رو یعنی چی میکرد یک جایه میبرد در حج و در عرفه و مزدلفه و غیره. اما در این زمانه ما چون که نیست، اگر یک امام باشد و انسان تواند که در وقت نماز خواندن همان امام در همون جا باشد و پیروی میکند و جمع میکند هر دوی نمازها را. اما اگر دیر کند میتواند که با امام خود نماز خود را با گروه خود البته گذراند. اما این دو شرط هست. و چی میکند در این جای در عرفه و در مزدلفه؟ فیجمع بین الظهر والعصر جمع تقدیم، میگوید که بین ظهر و عصر جمع میکند، یعنی که هم نماز ظهر و عصر رو در وقت نماز ظهر میخواند. جمع تقدیم همین معنا رو دارد. جمعی که تقدیم هست یعنی که جمع میکند با این شکلی که هر دوی نمازها رو در وقت اولی میخواند، یعنی در وقت نماز اول میخواند. و یجمع بین المغرب و العشاء بمزدلفه، و نماز مغرب و عشاء رو در مزدلفه جمع میکند، جمع تأخیر میکند، یعنی که در وقت نماز عشاء میخواند تا اینکه بین آنها وقتی طولانی بماند برای سفر و برای سهولت و غیره. ولم تجوز المغرب فی طریق مزدلفه، و نماز مغرب رو در راه مزدلفه خواندن جایز نیست، یعنی که در وقت رفتن در راه به طرف مزدلفه رفتن جایز نیست. یعنی که در اینجا خلاصه این قسمت چی شد که طبق فقه حنفی جمع حقیقی کردن بین دو نماز جایز نیست، گرچه که طبق دیگر فقه ها دیگر مذهب ها آنها جایز میگویند برای سفر یا برای عذر و غیره. ما تنها جمع سوری رو جایز میگوییم، یعنی که اگر انسان مشکل داشته باشد یا در سفر باشد میتواند که نمازی مثلا ظهر خود رو تأخیر دهد، در آخران وقتش خواند، مثلا طهارت کند، وقتی نماز ظهر قریب که به پایان رسیدنی هست میتواند که فورا نماز ظهر خود را بخواند و وقتی که تمام کرد پس از یک چند دقیقه چی می شود؟ نماز عصر داخل می شود. بعد میتواند که نماز عصر خود را بر وقت خواند
و این شد گویا که جمع کرد، اما در اصل هر نماز در وقت خودش خوانده شد. فهمیدید؟ این رو گفته میشه جمعی سوری، یعنی صورتاً این گونه معلوم شد که آنها جمع شدن اما در اصل جمع نشدن. و جمعی حقیقی طبق فقه حنفی تنها در وقت حج کرده میشه، در عرفه و مزدلفه. فهمیدین؟ خب و این بخش آخران رو انشاءالله امروز میکنم، خیلی دراز شد درس. و یستحب، خب تا همینجا انشاءالله میگذاریم درس رو، چون که 1 ساعت شد، 10 دقیقه دیگر هم میگذرد، خوب نیست. برای همین تا همینجا انشاءالله درس رو میگذاریم. 1 صحیفه گذشت، اما امیدوارم که تا همینجا درس رو خوب از خود کرده باشید، خوب فهمیده باشید. و در آخر من چی میکنم؟ برای شما یک ویدیو رو نشان میدهم. ببینید در این ویدیو، این متاسفانه ویدیو خوب پیدا کردن نتوانستم، اما در این ویدیو میبینیم که آفتاب به فکرم که بله غروب کرده ایستاده است. غروب کرده ایستاده است. برای همین چی شد؟ آفتاب اگر در اینجا نظر کنید، ویدیو که سر می شود، آفتاب در همان وقت هست که وقتی مکروه بودن خواندن نماز عصر هست. یعنی خیلی زیاد پایان آمده است آفتاب. اهمیت میدید؟ آفتاب خیلی زرد شده هست، قوت روشناییش هم و قوت گرمیش هم خیلی کم شده است. اگر ما در همانجا باشیم، در همین صحرا باشیم، ما میتوانیم که با آسانی به آفتاب نظر کنیم. این است وقتی مکروه بودن نماز عصر. و بعد از این چی می شود؟ آفتاب غروب می کند، پایان می شود تا آنکه پورا زیر افق شد. و پس از این چی می شود؟ وقتی نماز مغرب آغاز می یابد تا آنکه شفق احمر غروب کند یا از بین رود. پس وقت می گذرد و اگر اهمیت بدهید، از بالای آسمان چی پایان شده ایستاده است؟ یک سفیدی هست که به نام شفق ابیض یعنی نام دارد، پایان می شود تا اینکه جای شفق احمر رو بگیرد. خب این از شفق ابیض که جای شفق احمر رو میگیرد و پس از شفق احمر نمودار میگردد. و الکی از این وقت نماز عشاء آغاز یافت، چون که شفق احمر گرچه که در اینجا زردی هست، اما همون سرخی از آسمان گم شده است. و اکنون در اینجا که میبینید، آهسته آهسته اهمیت دهید که اولا این تاریکی به یک روشنی تبدیل می‌یابد که فجر کاذب میباشد، یعنی روشنی که به طور عمودی پهن میکند در آسمان. این را فجر کاذب گفته میشود. و اینجا که میبینید این زیاد معلوم نمیشه، چون که این شهری که هستند در اینجا درخت‌ها هست، افق زیاد معلوم نمیشود. اما پس از این دوباره تاریک میشود و روشنی که پیدا میشود به طوری افقی یا پهنایی نمودار میگردد و این را فجر صادق گفته میشود. خب در اینجا ببینید معلوم نمیشه، چون که در اینجا درخت‌ها هست، اما ستاره ها که در اینجا معلوم شد، یک روشنی پیدا میشود، خیلی اندک معلوم می شود و بعدا گم می شود. خب من کمتر گذراندم. در پشت درخت ها اگر ببینید یک روشنی پیدا شد، اما این روشنی آغاز شوی وقتی فجر نیست، چون که به طوری عمودی پهن شده است. و پس از این از بالا تاریکی دوباره پایان می شود و به طوری افقی ببینید روشنی پهن می شود. این را گفته می شود وقتی آغاز شوی فجر. و این وقتی فجر شد دیدید که دوباره تاریک شد آسمان، یک روشن شد دوباره تاریک شد. این از وقتی فجر ادامه میدهد تا آنکه البته آفتاب طلوع میکند. این سرخی رو که میبینیم در ابرها، الکی روشنی میبینیم، الکی معنا دارد که آفتاب طلوع کرده ایستاده است، اما ما نمیبینیم از سبب درخت ها. خیلی میبینیم که در این ویدیو چگونه معلوم میشود. بله پایان بود. ما از جایی که ایستادگی هستیم افق را نمیبینیم، چون که در اینجا شاید دیگر چیزها باشد، اما بعد فوراً آفتاب نمودار شد. و این است البته طلوع آفتاب، یعنی که وقتی نماز فجر به پایان میرسد. و این است پایانی ویدیو. این کمی بالا میشود و تمام، دیگر چیزی نیست در این ویدیو. در همین جا انشاءالله درس ما به پایان میرسد. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.